تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ تومیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری نهم. یوسف علی خان در زمان طولانی بود و باشش در بدخشان در آرزوی به دست آوردن تخت شغنان فقط لشکرداری و علم حرب می آموخت. خود در میدانداری از یگان پهلوان کمی نداشت، اما منظرشاه دیگر بود. این مرد خستگی ناپذیر در کار میدانداری لحظه از کوشش نمی آسود. هر روز مشق می کرد و سپاهیانش را مشق می داد. از افسران نامدار بدخشان شیوه های نو سفارایی، هجوم و مدافعه از بر می کرد و به زیر دستانش می آموزاند. یوسف علی خان هم برای از دست ندادن نیرو و ملکه در اسبتاز شاهنشاهی با لشکریان فیض‌آباد پیوسته مشق مساف می گذراند و سپهدار خوب شده بود. برای اون که سپاه مظفر گردد در جسم ورزیده اش باید روح بشکست داشته باشد، گفت یوسف علی خان در جرگه نوبتی افسران. هندوان سربازان مخصوص داشتند که به نوکران قصه های جنگی نقل کرده روحشان را قوی می گرداندند. چه می شود اگر لشکر ما نیز همین گونه شخص داشته باشد؟ این پیشنهاد ناگهانی شاه افسران را در حیرت گذاشت. گلپاچا پشت سر خارید و پرسید: این شخص چه کسی باید باشد؟ سرباز و سپاهی بودن شرط نیست، دانشمند و گشاده زبان باشد شد. چنان واضح گوید که شنونده را دو گوش کمی کند. میرزا عزیز خرسندانه ندا داد: چون این شخص آقا ملاخشال است. چی کسی است این ملاخشال؟ پرسید شاه. مکتبدار است در بهشور. کوتاه پاسخ داد گلپاچا، ولی چون دید که شاه توضیح بیشتر می‌خواهد افزود: مرد دانا و با ایمان و کتابخوان است، شعر هم می‌نویسد. میرزا، فردا صبح آخوانت را نزد من بیار. فرمانبردار شاهم. به شیوه حربیان کوتاه و از آنکه شاه پیشنهادش را به توجه نگذاشت خرسندانه پاسخ داد میرزا عزیز. یوسف علی خان پس از خاتمه مشورت با افسران به حاجب رو آورد: دیگریز و شاهنتر را دعوت کن. دقیقه پس دیگریز تهمیوی به میرزا عزیز شناس همراه مرد بلند قامت لاغرندام خواببینی چالاک در آمده به نیم تعظیم سلام دادند. شاه به هر دویشان دست داده حال پرسید و گفت: دولت باید دو ستون بقوت داشته باشد، لشکر و خزینه. این برادران در پر کردن خزینه باید به ما یاری رسانند. شاه سکوت کرد و به افسران نظر دوخت. افسران به دیگریز و شاهنتر که شوینچ و پیخهای عادیشان به هیچ وجه ثروتمند بودن آنها را نشان نمیدادند با حیرت نگریستند. چی طور یاری میرساندند؟ شاه ناباورانه سوال کرد جنگاور. با دانش تجربه اشان توضیح داد یوسف علی خان: شغنان 3 معدن پرقیمت دارد که به خراج دنیا می ارزند: لعل، لاجورد و طلا. غاران ما با لعلش مشهور عالم است، ولی خودتان می دانید که پس از شورش برات و رستم بیترمالی خان قندوز با اهالیش چی کرد؟ محمد مراد خان غارانیان را خانخیز برده به باطلاقهای خراسان پرتافت. یگان تاش برنگشت. این خلقی که از خاناباد و تخار به غاران آمدند علم جواهرات جویی ندارند. کار در کوه لعل مرد. پس از پی و سراغ زیاد همین شاهنتر را یافتیم که ایام نورسیش در کان لعل کار میکرده است. در لاجوردره شاخدره آدم داریم.
دگریز کشیدن طلا و گداختن آهن را می‌داند. مقصد هر دو کون را به کار اندازیم، ملکمان آباد می‌گردد و از دستنگری بدخشان و قندوز خلاص می‌شویم. نخود در ملک ما هم برآوردن طلا و گوهر ممکن باشد. حیرتش را به زبان آورد گلپاچا. اگر این کار میسر بگردد، با طلا تجارت میکنیم و چارپا و غله‌مان که با مال و کالای خطای و هندوستان و خراسان عوض می شود به خودمان میماند. بارک الله، بیهوده سپاهی را 30 پایه نگفتند. شاه به کتف سپهسالار دست گذاشت. مال و غله‌مان صرفه می شود، ملکمان آباد می گردد. اما حالا این دو را برای آن دعوت کردم که برایشان 5 نفری نوکر داده فردا دیگریز را به برتنگ و شاهنتر را به غاران گسیلانید. اینها کارگر جمع آورده کار را سر کنند. شاه هم به غاران شاه وخان دعوا دارد، مبادا نرنجد. با احتیاط سوال داد شاهنتر. یوسف علی خان ریشش را پنجه زنان گپ شاهنتر را ملاحظه کرد و گفت: راست میگویی، خود پگاه به وخان نامه میفرستم. اگرچه عین زمان وی هم در سراغ غاران نیست، ولی احترامش را باید نگاه داریم. وقتی که از حضور شاه برآمدند، میرزا عزیز از سخنان یوسف علی خان گویا بال و پر برآورده بود. با این خیر شاه خدمت کردن میارزد. با شادمانی از دل گذراند. گپش فقط از آبادی و عدالت است. نزدیک شام جانب مکتب اسب دواند و از بالای زین سبک جهیده راست به خانه آخان دوید. شادیانه آخان، شادیانه. میرزا عزیز ملاخشال را آزاد برداشته به کنار گرفت. چی شد میرزا؟ سرده که میانم درد کرد. دست و پا زد آخان و وقتی که میرزا عزیز او را سر داد، گوشش را تافت و گفت: سلامت کجاست؟ آداب شاگردی چی شد؟ سلام. گناهکارانه سرخم کرد میرزا عزیز. میبخشی، لیکن اگر حاضر گپ دلم را بگویم، تو هم از خرسندی به گردنم میآویزی. بگو کنی. شاه خواهش کرد که فردا صبح به نزدش درآیی. ملا خشال نه اینکه خرسند نشد، بلکه تسبیح دستش را به پیشانی برد و استغفرالله گفت. میرزا عزیز دست و پا خورده سرخم کرد و ایستاد. به من چی کار داشته است؟ برای لشکر وایز لازم بوده است. وایز برای لشکر چی لازم؟ با قصه و روایت ها سپاهیان را روح بلند میکرده است. ملا خشال دم اندیشید و پرسید: نام مرا در نزد شاه کی یاد کرد؟ من. آخان پوپک قاضی تسبیح را با میان 2 انگشت چند بار مالش داد و گفت: از تو برآمده باشد خوب، ولی ببین که پیرمان چه میفرماید. چو شه گیرد تو را در سایه خیش، نگه داری در آن دم پایه خیش. مکن در خشم شه آتش فروزی، مرو نزدیک آتش تا نسوزی. آخان اگر یوسف علی خان در فکر آبادی ملک نمی بود، من خودم هم 1 ساعت در خدمتش نمی ایستادم. لیکن می بینم که شب و روز برای جمع و گیر دولت می کوشد. می خواهد که فقیران زندگی خوب داشته باشند. هر آینه دیگر جای فال و استخاره هم نیست. صبح بیا می رویم. میرزا عزیز دست آخان را بوسید و اسب را ایتک کرد و با قدم‌های ریزه راه خانه را پیش گرفت. سبب قدم شماریش پیدا کردن بهانه نو برای مادر بود. 1 ماه باز در خانه گپ مادر فقط از کت خدا کردن اوست. در چه موضوع گپ زند، خلاصه آن جفت کردن سر میرزا عزیز می شود. هر روز نام 2-3 دختر را به زبان می آورد و فکر او را دانستن می خواهد. ولی میرزا عزیز گوش خوابانده یا دم نمی زند یا بهانه پیش آورده صحبت را موقوف می گذارد. عزیز ما به تنگ می آید و ابروان زیبایش را چین زده از او دست می بردارد. اما مادر از دل پسرش آگاه نیست. نمی داند که میرزا عزیز تا مادرش را به ملا خشال به شوهر داده وصیت بابایش را اجرا نکند، زن نمی گیرد. همین خیل قول داده است به خود، ولی زبانش نمی گردد که بگوید. کسی هم به جایش این کار را کردنی نیست. تمام بخشاریان وصیت جهانگیر را می دانند، لیکن هیچ کس نه خویش نه بیگانه در این باره گپ نمی زند. حتی عمه‌اش که زود آنها را خبر می گرفت، در نزد مادرش از آسمان تا ریسمان سخن می گفت و در این باره لب نمی کشاد. اگر جهانگیر عزیز ماه را به شخص دیگر وصیت می کرد، میرزا عزیز آنقدر تلاش هم نمی ورزید. ولی ملا خشال را دوست می دارد.
نه تنها برای آنکه از او کلمه و خط آموخته است، بلکه بیشتر به این جهت که در سیمای وی پدر را می‌بیند. به خصوص وقتی که بابایش از میان برخاست، وی به ملا خشال زیادتر دل بست. بر اثر توانمندیش به کسی گردن نمی فرآورد، اما در نزد او توسط کدام قوه ناعیان خاکسار و مطیع می گشت. هر سخن ملا خشال را چون آهن ربا می کشید و مثل گنج در نهانخانه سینه جا می کرد، چون گوشوار زرین بر گوش می آویخت. در حضور وی خود را از تمام آسیب دنیا مسون و بی خطر می پنداشت. چه لذت عجیبی است پدر داشتن. اما روز دیگر گره این مشکل سربسته را غیر چشم داشت میرزا عزیز خودی یوسف علی خان کشاد. شاه اول به ملا خشال وظیفه نوش را به تفصیل فهماند و تأکید کرد که در مدت 1 ماه باز 2 نفر را که مثل خودش خوش سواد و سخنور باشند یافته با آنها به حضورش درآید. ملا خشال پیشنهاد یوسف علی خان را با خوشنودی قبول کرد و گفت: به این مقصد من همگی 1 کتاب امیر حمزه دارم و خلاص. برای آنکه موعظه هایم جالب و دلکش شوند باید کتابخانه داشته باشیم. نام کتاب ها را یادداشت کن، امر می دهم که بیارند. بدون نگرانی گفت شاه: هر یک دربار باید کتابخانه داشته باشد، اما بغیر از کتاب در فکر زندگیت هم باش. آخان جمله آخرین شاه ملا خشال و میرزا عزیز را نگران کرد. زندگی هم بد نیست، چه هدف داشتن سخن را ندانسته پاسخ داد ملا خشال: شنیدم که یک وصیت مهم پهلوان جهانگیر را به جان آورده ای. ملا خشال مقصد شاه را درک کرد و سر به زیر افکند. پهلوان شخصی نبود که به بیهوده حرف ضایع کند. فکر نکن که این گپ را به من میرزا عزیز گفته باشد. آدمان خیرخواه بسیارند. شاه منتظر جواب ملا خشال خاموش ماند. آخان ریش بزیبش را تار تار مالش داده آخرالامر نجوا زد: منتدار شاهم، همین 1-2 روز از پیش می شوم. یوسف علی خان برایشان توفیق خواست و تا دم در گسیلاند. آخان و شاگرد از قلعه برآمدند. شمال سرد تیر ماهی سر به دیوار و کنگره ها ساییده به تدریج شدت می گرفت. برگه های زمردگون و مثل گنجشککان زرین بال سیله سیله به هوا برخاسته بازیکنان سر راهشان می ریختند. ملا خشال پس از پیمودن نیمه راه دست میرزا عزیز را به 2 کفش گرفته مهربانانه فشرد و گفت: میرزا جان، اکنون به قلعه برگرد. روز جمعه همراه 2 موسفید به خانه می آیم. و نگاهش را گریزاند و با قدم های سبک راه منزلش را پیش گرفت. میرزا عزیز برای آنکه از پس آخان دویده به آغوشش نگیرد چی کار کردنش را ندانسته بالای سنگ نشست. در وجودش احساس خوشبختی تلاطم می‌زد. محبت مردم. منظرشاه در آشیانه اول قلعه وامر برای خود حجره فراخ پنجره‌دار انتخاب و به تشکیل امور دولتداری شروع کرد. پیش از همه سپاه را در نوکرخانه‌های 2 طرف صحن حولی قلعه جایگیر کنند. به دیدبانگاه‌های شیت، پاچور و خوف و برتنگ دسته‌های 7 نفری فرستاد. بعضی منصبداران به نظرش شبهناک داخل قلعه را عوض نمود. به انتخاب آقسخالان و منصبداران دیگر دست نزد، زیرا به امر حاکم چنین کار مسئولیتناک را انجام داده نمی‌توانست. اما 3 هفته رسا گذشت و از قبادخان درکی نبود. منظرشاه برای دانستن حال چاپاری به بحر پنجه فرستاد. وی پس از 2 روز برگشت و خبر آورد که هفته پس خود یوسف علی خان بر اوشان آمدنی است. منظرشاه قرار داد که تا آمدن شاه به زادگاه اش رفته خویش و تبارش را که 6 سال باز ندیده است خبر بگیرد. صبحی بر وقت روز سفر آقسخال وامر زرین را به قلعه دعوت نمود. زرین
سوار اسب تیزتک سرخموی بلند بالا به صحن اولی در آمده راست در پیش بینی منظرشاه چالاک به زمین جهید و با صدای پر از شادی و مسرت خطاب کرد: سلام میر بچه طغیانی، در فیض آباد کو روزمان ندادی، لااقل در همین جا مان که دقیقه زیادترک خواب رویم. دوستان دستبوس سلام کردند. منظرشاه گفت: من و تو دیگر حق خواب کردن هم نداریم اندوال. 2 روزه به یورخ می روم، قلعه را به تو می سپارم. بندیان را تحت نظارت گیر که نگریزند. خودت می دانی که متل روشانیان 1 به ما خیش 10 به خیشان ماست. آخر هفته یوسف علی خان می آید، جزایشان را خود او می دهد. قباد خان حاکم روشان می شود گوی، آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. خواسته شاه چیزی باشد همان می شود. تا برگشتنم بزکشان و پهلوانان نامی را از برتنگ سر کرده تا شید به وامر بیار. برای 100 دیگ خوراک محصولات آماده باشد. یوسف علی خان باید در نزد دشمنانش تنتنه کند. منظرشاه همراه بیبی انار و مهترشاه و لخمن در مشاعیت 2 نفر لب دریای پنج جانب آفتاب نشین حرکت کردند. لخمن اکنون عضو خاندان او بود. شبها همراه مهترشاه در یک حجره می خوابید و روزانه قدم به قدم پدرخواندش را همراهی می کرد. آن قدر چالاک و بقوت بود که کار 10 کس را انجام می داد. در بحر زود خسرش قباد آنها را انتظار بود. او هم می خواست همراه داماد و دخترش به یورخ رفته خداهایش را خبر گیرد. برابر به خانه در آمدن منظرشاه به خوشدامنش رو آورد. مادکی با مزپز سوزانی داری یا چمنی؟ جانم قربانت، سوزانی آماده است، ساعت پس چمنی هم می شود. منظرشاه و بیبی انار با اهل خانواده آغوش به آغوش سلام کردند. سوزانیت را بیار ماد، حالا تنها فرصت خوردن و خیستن داریم، گفت منظرشاه و بالای صوفه در پهلوی خسرش نشست. در زمان خان گستردند و کارزانها پیش مهمانان گذاشتند. قباد دست به طعام برد و دیگران او را پیروی کردند. منظرشاه به چهره خسر و خوشدامنش ذهن ماند. در 6 سال جدایی آژنگ‌های رویشان بیشتر شده، قامت هر دو اندکی خم زده و جثه‌شان از گوشت فرآمده است. چقدر برای من، چقدر برای دخترشان آب و ابگار شدند. از دل گذراند او. اگر والدان خودش زنده می بودند، کی می داند غم فراق او بر آنان چه سان می گذشت. تصور کرد که برای بیبی انار و مهترشاهش چه تب و تاب‌هایی داشت. حتی با کشتن بولتا نیز تفس دلش پست نگردید. هرچند زنش قتل بولتا را جزای ناعادلانه شمرد، زیرا به گفته او اقصخار نه اینکه در حقش ظلم و تعدی روا ندید، بلکه باری هم از حقوق شوهریش استفاده نبرد، منظرشاه ذره احساس پشیمانی نداشت. بولتا انسان درستکار می بود، سر می داد و بانوی صاحب نکاح را به زنی نمی گرفت. اراده نداشته است که از امر بی عدالتانه شاه سر بپیچد. منظرشاه باشد آدمان بی اراده را در شمار انسان نمی گذاشت. چنین می پنداشت که ملک جامعه را محض همین طایفه نابود می سازد. چون به خاطر از دست ندادن جان بی ارزش خود به همه گونه ظلم و ستم گردن می نهد. منظرشاه در روز اول به قلعه در آمدن می خواست که تمام منصبداران زناورزیده را به درختان گرد میدان ریگک بدار آویزد، ولی از بس که یوسف علی خان از او دیده بیشتر تشنه خون آنها بود، این کار را تا آمدن شاه موقوف گذاشت. در این مدت بیبی انار رحمدل 2 بار خواهش کرد که گناهکاران را به کشتن ندهد، زیرا اگر محبت خان مجبور نمی کرد آنها به چنین عمل زشت دست نمی زدند. اما منظرشاه هر بار انگشت ما سنگدار زنش را بلب گذاشته می بوسید و می گفت فراموش نکن که با تو چی کردند. بیبی انار انگشتریش را می دید و سر به سینه شوهر گذاشته ساکت می شد. نگین 2 کفان ماهسنگ حال عجایبی داشت. یک پاره اش سیاه ماند و پاره دیگر به رنگ مصفای اصلی خود برگشت. زنانی که در اسارت آنها بودند اگر همین گونه انگشتر می داشتند رنگ آن چه خیل می شد. با دهشت از دل می گذران بیبی انار، اما باز هم مطمئن بود که گناهکار اساسی محبت خان است نه منصبدارانش. از این رو حالا هم از بحر ملایم کردن دل منظرشاه نمی گذشت. باور داشت که شوهرش از غایت عشق سوزانی که به او دارد گپش را می گیرد و خون هموطنانش را نمی ریزد. آره،
منظرشاه بیبی انارش را نهایت دوست می داشت. در تمام عالم بجز بیبی انار چشمانش زن دیگری نمی دیدند و دلش در برابر حسن و جمال بانوی به بازی نمی درآمد. در 6 سال غریبی طولانی خود هم تنها به یاد همسرش زیست. عده‌ای از همراهانش طاقت نکرده زن گرفتند. بعضی اشون زن نگرفته باشند هم یا کنیز خریدند یا به سراغ بغل خوابان می رفتند. ولی برای منظرشاه این قسمت زندگی ماهیتش را گم کرد. سپه سالار آهنی اراده به شهسوار رویینتن تبدیل یافت که بغیر از تیر و کمان و اسب و میدان کسی و چیز او را جانب خود مایل کرده نمی توانست. او در سر همگی یک آرزو می پرورید: آزاد کردن شغنان از ظلم محبت خان و یک هوس داشت: دوباره رسیدن به وصال بیبی انار خود. دیگر عالم برایش هیچ گونه ارزشی نداشت. حالا هم ساعت بیبی انار بوده نمی توانست. هرچند زنش مشتاق دیدار والدان بود، همگی یک شب اجازه داد که در خانه پدر ایستاده هوس دیدار بشکند. این روزی بود که منظرشاه پس از برابر کردن حساب دیرینه‌اش با بولتا هنگام از شیز و وامر آمدن در بحر زود سر راه به خانه قصرش فرامد. روز دیگر سوار فرستاد و او بیبی انار و مهترشاه را به قلعه به مکان آورد که محبت خان او را در همین جا زورن و شوهر داده بدبخت گردانید. به این سبب وقتی که از دروازه به درون قدم نهاد تمام وجودش را حس اضطراب فرا گرفت. خاطره های غم انگیز ماه‌های دور و دراز محاصره و جدایی از شوهر دلاورش در آن واحد پیش چشم آمدند. بنابراین برابر از رکاب به زمین رسیدن پایش خطاب کرد: منظر جان، این بار مرا چند سال در فراقت می سوزانی؟ منظرشاه با نگاهی سرشار از محبت به انتها به عمق چشمان زنش نگریست و پاسخ داد: این بار تا آخرین نفس با هم خواهیم بود. قول می دهم. سخن آرام و باوری بخش شوهر بیبی انار را در زمان آرام کرد. او مطیعانه سر جنباند و دست مهترشاه را گرفته جانب حجره قدم گذاشت. بیبی، شاید دامادم اجازه دهد که تا برگشتنش همراه من باشی. آواز شیردار مادر رشته خیالات بیبی انار را برکند. او با نگاهی سوارآمیز جانب شوهرش نگریست. منظرشاه شوخی آمیز جواب داد: ماد جان، بیبی انار چه طلسمی دارد که نه شما از دیدارش سیر می شوید نه من. در یورخ هم خویش و تبارم با دف و رباب از حالا به پیشوازش برآمدند. از آنجا که برگشت 1 هفته به اختیار خودت می سپارمش. مادر ناعلاج به علامت رضا سر جنباند. وقتی که منظرشاه و همسفرانش از خانه برآمدند در چکلک نزد حولی انبوهی آدم را دیده حیران شدند. مردم برابر نمایان شدن منظرشاه به جنبش درآمد و چند نفر به نزدش آمدند. قباد به همدیهگانش رو آورد: یگان حادثه رخ داد. دلتان دور نرود، تنجیست، گفت مرد تنومندی که در میانبندش داس آویزان بود. مردم می خواهد که منظرشاه را از نزدیک ببیند. مگر عرضی داشتید؟ پرسید منظرشاه پس از سلام کردن با هر یکی از آنها. عرض ما این است که، گفت مرد دیگر، دعا و سلام خلق بحر زود و دیر زود را به تو رسانیم و برایت سفر بی خطر طلبیم. تمام خلق برای همین گپ جمع آمده است. منظرشاه از غایت حیرت دست به فرق سر گذاشت. برای همین میر قریب به یک آواز تصدیق کردند آنها. منظرشاه لجام اسب را به دادر روسش بهرام داد و جانب ازدحام رفت. مردم او را با نداهای شادی آمیز به حلقه گرفتند. هر مرد و هر زن میخواست به وی سلام دهد و دستش را فشارد. بعضیها حتی دامن چکمنش را به دیده مالیدنی میشدند. ای مردم، این چی کاری است که شما میکنید؟ صدا بلند کرد سپهسالار. من یگان نظری یا شیخ نباشم که زیارت کنید. این چی بیدادی است؟ اما توده آرام نمی گرفت و پاسخش هر کسی چیزی می گفت. شیخ و مربی ما تو هستی، تو افتخار مایی منظرشاه، دستگیر ما بیچارگان تو باشی، به بخت ما زنده باش میر. قبا دید که جماعت دامادش را به زودی رها کردنی نیست، فریاد کشید: ای مردم، وقت میر را نگیرید که سفر دارد. توده ساکت شد و منظرشاه از احاطه‌اش برآمد و گفت: برای مهربانیتان هزاران سپاس. جانم فدای یکایک شما. اگر خواهشی دارید بگویید. مردی داس و میان پیش برآمد و گفت: نام من مستان شاه. جماعت گپ خود را در دهان من گذاشته است.
بگو برادر، خواهش کرد منظرشاه. پیران با تدبیر و جوانان روشن ضمیر از پهلوان یک التماس دارند. بیگانگان ظالم را به حاکمیت روشن ره نده. این وظیفه را خودت به عهده بگیر. تو از ما هستی و دلت به وطنت می سوزد. این منافقان یک بار دیگر روشن را به جنگ کشند، تخممان می شکند. از بین مردم صداهای امثال درست، حق است و راست، بله منظرشاه به گوش رسیدند. پیشنهاد مستانشاه اونقدر غیر چشم داشت بود که منظرشاه چه جواب دادنش را نمیدانست. وی سوالآمیز به قصورش نگاه کرد. قباد حالتش را پی برده سخن مستانشاه را توضیح داد. پسرم، هنوز در بدخشان بودی که این گپ بین مردم پیدا شد. نه فقط خلق بهرزود بلکه تمام روشانیان به فرمانروا گشتن تو امید دارند. منظرشاه که آرزوی حاکم ملک شدن در گوشه خیالش هم نبود، دقیقه بر روی قباد اندیشمند نگریست و بالاخره چنین گفت: اگر این کار سهل و ساده می بود، پدران و بابایان ما بر وقت به آن دست می یافتند. اما ناامید نباشید. من و یوسف علی خان عهد برادری داریم. تا زنده ام روشان و روشانیان خار نمی شوند. گپ راست و صمیمانه سپهسالار دل حاضران را به تحریک آورد. نداهای شادی آمیز بلند شدند: شه باش منظرشاه، به کلام کرده‌ات رحمت، شیر نر، خدا قوتت ببخشد. مستانشاه گویا بال و پر گرفته باشد، از غلیان فرح رقص کنان چرخی زده منظرشاه را در کنار گرفت و گفت: خدا سرفرازت کند که سخن مرا شنویدی و سرافرازمان کردی. و دست به دعا برداشت: یا رب به حق کروبیان و روحانیان و به حرمت جمله حجتان و داعیان، ظفر یارت خداوند مددگارت باشد. ازدحام منظرشاه و یاران سفرش را تا آخر دیه گسیلان. سپهسالار که در عمری پرمشقتش بار نخست مهربانی صداقتمندانه مردم را به خود میدید وانمود نکند هم سخت بر قطع آمده بود. احساس فوق‌العاده خوشبختی و بالیده روحی وجودش را فرا گرفت. وقتی از جماعت دور رفتند، به قباد سال دیده که در قبطش اسب میراند رو آورد: پیر، راست بگو، این مردم را کی جمع کرد؟ قباد برودخندی زد و گفت: محبت. کدام محبت؟ محبتی که در دل خلق نسبت به تو جوش میزند. من برایشان یگان کار سزاوار نکردم که دوستم دارند. کرده ای که دیدارت را میخواهند پسرم. خلق به اختیار خود برای دیدنت جمع آمد، پس تو را شایسته دوستداری می شمارد. موسفید با خوشحالی دسته قمچین را به سینه‌اش زد و علاوه کرد: نباشد 1000 کلتک زنی هم 10 مرد را برای احسنت خواندن به قبادشاه جمع کرده نمی توانید. از این شوخی حکمت آمیز همسفران خندیده با طبع شاخ و روح بالیده گشت سواری هاشان را تیزاندند. اما جمع آمد خلق با دیهه بهرزود قطع نگشت. سر راه به هر دیهی که می رسیدند، زنان با دفنوازی و مردان با سرود و رقص پیشوازشان گرفته به آش و نان دعوت می کردند. منظرشاه چون هر شخص نظامی چنین تنتنه و نمایشکاری را نخواهد هم برای نگاه داشتن خاطر مردم ساعت مهمانشان می شد. تمنای خلق در همه جا یک خیل بود: دیگر باره راه ندادن به ظلم، رحم آوردن بر فقیران. آنها به منظرشاه گرد چون به نجات بخش خود می نگریستند و از او امیدهای کلان داشتند. نه منظرشاه نه قباد کهنسال در عمرشان این گونه روح بلندی سرتاسری را در دیارشان ندیده بودند. مردم فرار کرده از درواز، وخیا، کولاب، قندوز، اصفره، اندیجان به زادبوم مقدس اجدادیش برمیگشت. در دهکده ها حیات از نو جوش میزد. خلق در طلب آرامی و امنیت بود. ملاقات غیرمنتظر با مردم نقشه منظرشاه را تغییر داد. کاروان خردشان به سبب فرامدن تاریکی مجبور شد که شب در قلعه شیز مانده، روز دیگر صبح بر وقت از رود پنج گذرد. برابر رسیدن به ساحل، یورخیان مهمانان دیر انتظار خود را از سلها فراورده به آغوش کشیدند. شادی شیخزاده برادر منظرشاه حد و حدود نداشت. وی دادرش را که کتف و کوپال و دست و سینه‌اش هر یکی از نیروی بزرگ داشتن وی شهادت می دادند در کنار گرفت و ندا داد: مبارک سیل برگشت برادر پهلوان من. دیده های ما از رهپایی مهره، جانهای ما به بیقراری شهره گشتند. منظرشاه برادر بجان برابرش را به سینه پخش کرد و قطره های اشک چشمانش را سوزانده بر رخساره هایش دویدند.
سپهسالار مشتاق یار و دیار هر همدیهه شناس و ناشناسش را بغلکش زیارت نمود و به همراهانش رو آورد. بسیار سفر کردم، شهر و روستاهای زیاد دیدم، اما بهتر از خاک یورخ و آب کولش خاک و آب نیافتم و به زانو افتاد و زمین دیارش را بوسید. سپس برخاست و افزود: من هم شما هم باید همیشه عزیزش بداریم. همدیارانش فکر می‌کردند که سر لشکر نامور شغلان زمین برایشان از کارنامه و دشمنکشی خواهد گفت، ولی او به آنها تلقین می‌کند که به قدر زادبومشان برسند. چنین رفتار صمیمی و گفتار عادی به دلشان تأثیر عمیق گذاشت. آنها در زمان قرابت به اندازه منظرشاه را به روح و جان خود حس کردند. این مرد نه حاکم است نه اکابر، بلکه پاره از آنهاست. انجام گفتار نهم. شنونده‌های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.